حامد اکبری پور، حامد بزن معروف. بازی رو چطور دیدی و تیم سابقت هم فعلا 2-1 جلوه؟ خب خدا رو شکر خیلی خوشحالم. اول از همه سلام عرض کنم خدمت هوادار داماش گیلان. میگم که خیلی دلم براشون تنگ شده بود. حقیقتش درباره بازی، اون گلی هم که داماش خورد، ما داشتیم صحبت می‌کردیم گفتیم بازی 3-1 میشه. حتی خود آقا جهانم گفت بازی 100% 3-1 میشه. حالا فعلا که بچه‌ها خیلی خوب دارن بازی می‌کنن، ان شاءالله همینجوری بتونن بازی کنن، نتیجه بگیرن. الان تیم 20 تا توربین هستی اگه اشتباه نکنم، اکثر بازی هم بازی میکنی. تقریبا به جز یه دونه بازی همه بازی‌ها رو بازی کردم. بعد از اون مصدومیتی که داشتی فکر کنم تو 20 تا توربین دونستی احیا بشی. البته اون فصل با داماش هم بودی اما فرصت چندانی برای بازی بهت نرسید. حقیقتش بخواید اصلا به من فرصت ندادن. حالا مربی که اونجا بود، حالا نظرش بود دیگه، دوست نداشت. ولی خب خدا رو شکر خیلی دوست داشتم به خودم ثابت کنم که میتونم. خیلی خوشحالم که الان اون دوران سختم تموم شده. حالا تا ببینم خدا چی میخواد. اما قبول دارین که باشگاه به پات موند، یعنی با اینکه مصدوم آره. شده بودی، با اینکه 1 سال جای بازی نکردی، اما باشگاه باهات قرارداد بست، به پات موند. بله باشگاه، هوادارات همیشه بهم پیام میدادن. خیلی وقتا میخواستم بذارم کنار. تعارف که ندارم، حتی محرومم شده بودم. اصلا واقعا خواستم بذارم کنار. انقدر که هوادارا بیشتر بهم پیام میدادن. دوباره درست میشه، دوباره درست میشه. یه روز به خودم اومدم نه، واقعا این همه آدم دارن میگن حتما درست میشه دیگه. حالا خدا رو شکر خیلی اوضاع بهتر از اون موقع است. به زودی شاهد بازگشتت به خونه هستی. قطعاً قطعاً این اتفاق با قاطعیت گفتی. با افتخار گفتم. از اون افرادی که نیستی که بگی قطعا من دلم برای داماش میتابه، بعد میان شرط و شروط مالی میذارن. البته مالی حق هر بازیکنی ها، ولی خب این که بخوام سقف یک قراردادی و یا بحثای حالا مالی رو اولویت اولشون میذارن، در صورتی که میگن ما دلمون برای این تیم میتابه. 2 سالی که داماش بودم، سال اولم 35 میلیونم مونده بود، سال دومم 15 میلیونم مونده بود. شما میتونید همه جا برید بپرسید، من هیچ وقت از داماش شکایت نکردم. پس اگه میگم دوست دارم بیام، حتما دوست دارم. حتی اون موقع که حتی پول فیزیوتراپی هم نداشتم، ولی بازم شکایت نکردم. من داماشو دوست دارم، با افتخارم دوست دارم براش بازی کنم. هنوزم که هنوزه اون صحنه گزارش حامد بزن توسط دوست عزیز ما حمید الطافی گزارش کرده بود، هنوزه وایرال میشه. خودت چه سوالی داشتی نسبت به اون بازی و اون لحظه؟ خب شما یادته دیگه، من اون بازی مصدوم شدم. بله. نمیدونم بیشتر ناراحت میشم. حتی موقعی که مصدوم شده بودم، اون ویدیو تازه اومده بود بیرون، بعد همه برام میفرستادن. من گفتم آقا چی بگم، واقعا یه چیزی بگم یه چیزی نگم. حقیقتش حس خوبی بهش ندارم، چون می‌خواستیم هم گل بزنیم توپ نمیرفت. خودم هم که مصدوم شدم. حالا سر اون ویدیو همه من پشت میدادن، هر کی مثلا نمیشناخت گفت بزن دیگه، ولی واقعا من تو صحنه ها نبودم. حالا اونم خاطره شد دیگه برام.